بهشت و جهنمی در کار نیست. بهشت کنایه از آرامشی است که پس از مرگ به این انسان رنج کشیده دست می‌دهد. چگونه ممکن است اجسام پوسیده انسان‌ها بار دیگر زنده شوند و در آنها روح دمیده شود؟ این را انسان عاقل چگونه میپذیرد؟ اگر در میان شما کسی هست که میتواند دلایل محکم و خدش ناپذیر مرا رد کند، من برای مباحثه حاضرم. ولی مطمئن باشید هیچ کس را توان ایستادگی در برابر دلایل عقل نیست. من به خدایان خودم و به خدای شما سوگند میخورم که قیامتی در کار نیست و پس از مرگ کسی زنده نخواهد شد. عجیب است. تو به چیزی یقین داری و قسم میخوری که آن را ندیده ای؟ چطور مگر؟ آیا میتوانی قسم بخوری که پری دریایی در هیچ دریایی یافت نمیشود؟ میتوانم قسم بخورم تا کنون کسی چنین موجودی ندیده. بیشک پری دریایی یک موجود خیالی است. جواب سوال را بده. میتوانی قسم بخوری پری دریایی وجود ندارد؟ نه، من که تمام دریاها را ندیدم، ولی کسی هم نتوانست ثابت کند وجود دارد. آیا تو از جهانی دیگر بازگشته ای؟ نه، من اصلا جهان دیگر را قبول ندارم. از شما از جهانی دیگر باز نگشته ای. آیا مسافری و شاهدی از جهان دیگر را ملاقات کرده ای؟ خیر، گمان نمی کنم چنین موجودی وجود داشته باشد و فکر نمی کنم تا کنون کسی چنین موجودی را دیده باشد. تو آنچنان محکم قسم یاد کردی که من گمان کردم تو یا خودت یک بار مرگ را تجربه کرده و دیده‌ای بعد از مرگ خبری نیست، و یا از زبان مرده‌ای که زنده شده است نقل قول می‌کنی. من یقین دارم مرده‌ای که پوسیده و از بین رفته هیچگاه زنده نمی شود. همین کافی نیست؟ بگو ما زنده شدن مرده‌ای را ندیده ایم، وگرنه بسیاری از انبیا مرده‌هایی را زنده کرده اند و همه هم به چشم من دیدند. چیزی را که ندیدم چگونه باور کنم؟ تو گمان کرده ای که خداوند باید برای تک تک بنده هایش مرده زنده کند تا قیامت را باور کنند؟ یک معجزه برای همه عصرها و نسلها اگر بخواهند باور کنند کافی است، و اگر نخواهند به چشم هم ببینند باور نمی کنند. همان گونه که بسیاری مرده زنده کردن عیسی را سحر و جادو خواندند. من آنقدر احمق نیستم که چیزی را که نمی بینم باور کنم. پس عقل خود را هم باور مکن، چرا که دیدنی نیست. پدر فیلوس خوب جوابش را داد. خودش هم درمانده بود که کدام درست است. اگر قرار باشد هر کس به معاد شک کند که کفر همه جا را میگیرد. پدر فیلوس درست اینجا چه میکنید؟ برویم. حرفهای کفرآمیز میزند. خودتان بیایید ببینید. بیایید. آنجا ایستاده. آنجاست. برو کنار. همانجا. برین کنار. ای تو. برویم. مرا کجا میبرید؟ چه جرمی مرا دستگیر میکنید؟ رهایم کنید. برو صحبت کن. قاضی عادلی چون شما راضی می شود که حق من و این همسر و بچه های صغیرم ضایع شود؟ بسیار خوب. من تا آخرین دینار حقوق تو را از حلقوم او بیرون خواهم کشید. خدا عمرتان دهد. فردا او را به دادگاه احضار خواهم کرد. جناب قاضی، نگران نباش. آنجا را.
چه شده؟ این مرد بتپرستی را تبلیغ می کرد. او باید در حضور جمع محاکمه شود. بگذارید مردم هم بیایند. برو. چه اتفاقی افتاده؟ یعنی بتپرستان حق تبلیغ در این شهر را ندارند؟ آیا به درستی عقل من زائل نشده است؟ نمیدانم خواب هستم یا بیدار. بهتر است تا بیشتر از این دیوانه نشدم اینجا را ترک کنم. کلیسای بارتولموی مقدس. درست خوندم. اینجا کلیساست. آخه یعنی چه؟ میبخشید آقا، کلیسا یعنی چه؟ این کلیسا همان کنیسه عبادتگاه قوم یهودی؟ نه برادر، اینجا کلیساست، محل عبادت مسیحیان. اگر مسیحیان هم عبادتگاه دارن؟ چه میخواهی برادر؟ ببخشید، این چیست؟ چطور نمیدانی؟ مگر تو بت پرستی؟ نه فقط پرسیدم. این مجسمه مولایمان مسیح است که بر صلیب مقدس آویختند. صلیب مقدس؟ آری. مجسمه مسیح؟ آری. گویا تاکنون صلیب و تندیس مقدس را ندیدی؟ نه ندیده بودم. سپاسگزارم. از لطف شما سپاسگزارم. صبور باش برادر فیلیس. قدری تام. خدا نگهدار. پناه بر خدا. چقدر به نظرم آشناست.
حضرتان اشتباه شده اند یا من؟ ببخشید آقا، از کجا میتوانم مقداری نان تهیه کنم؟ از آن طرف برو. سپاسگزارم. این تکه را بگیر تا خانه. بفرمایید. نان میخواهم. ببینم تو همان نبودی که امروز نام این شهر را از من پرسیدی؟ آری. هر چقدر نان میخواهی بردار. من هم یقین دارم میگویم تا جای گنج را نگفته رهایش نمیکنم. غریبه، چقدر از این سکه ها پیدا کرده ای؟ چه گفتی؟ پرسید چقدر از این سکه ها را یافته ای؟ منظورتان را نمیفهمم. ببین غریبه، ما نمیدانیم تو اهل کدام شهری، اما سعی نکن ما را فریب دهی. فریب برای چه؟ نمیفهمم شما از چه سخن میگویید؟ این گنج را کی و از کجا پیدا کرده ای؟ ببینید آقا، من منظور شما را از گنج نمیفهمم، ولی اگر مایل باشید میتوانید آن سکه را برای خودتان بردارید. بقیهش را نمیخواهم. کجا؟ صبر کن ببینم. کجا می روی؟ فکر فرار را از سرت به در کن. کنار بیست. ببین غریبه، به نفع توست که با ما کنار بیایی. اینقدر طمعکار نباش. اگر مامورین بفهمن هم گنج را از دست میدهی و هم جریمه میشوی و چیزی دست تو را نمیگیرد. پس بهتر است عاقل باشی. اگر سلس اون را با ما تقسیم کنی، راه خرج کردن بقیه‌اش را هم به تو نشان خواهی. با هم تقسیمش میکنی. ابلهانه چیست که شما میگویید؟ دیوانه شده اید؟ کجا؟ وایسا، مثل اینکه خیلی طمعکاری. نخواهیم گذاشت اون گنج را به تنهایی صاحب شوی. رهایت نمی کنیم. بروید. صبر کن ببینم. نمیگذارم فرار کنی. آهای مردم، این مرد گنج پیدا کرده، میخواهد فرار کند. نمیخواهد مالیات بدهد. او گنج پیدا کرده، نگذارید فرار کند. دروغ میگوید. گنج پیدا کرده. باید رو بگیرید، نذارید فرار کند. باید مکان گنج را بگوید. نگذارید فرار کند. بروید کنار. چه شده؟ گنج پیدا کرده، آن وقت میخواهد فرار کند. او راست میگوید؟ بروید دنبالش برید. بیایید. عقب
فقط بیستید. فقط بروید. ما او را یافتیم. ما او را گیر انداختیم. باید پاداش خود را دریافت کنیم. می توانیم برویم. بله عالی جناب. عالی جناب، شخصی را دستگیر کرده این که گویا گنج پیدا کرده. سکه‌ای نیز به همراه دارد. عالی جناب، ملاحظه بفرمایید. بگذارید برای فردا. امروز خستم. سکه عجیبی است جناب قاضی استیونز، ببینید. گرچه خستم اما مانعی نیست. او را بیاورید. بیاوریدش. خب بگو ببینم این سکه را از کجا آوردی؟ متعلق خودم است. از جایی نیاوردم. به ظاهرتان نمی آید که اهل مزاح باشید. این سکه متعلق به زمان ما نیست. اصلا سکه های حالا این شکلی نیستند. این سکه در این زمان پیش شما چه می کند؟ من حرفی برای گفتن ندارم جز اینکه این سکه از آن خودم است و از جایی هم نیاوردم. ببینید آقا، من خستم و حوصله جر و بحث با شما را ندارم. پس قبل از اینکه مجبور به عکس العمل شوم خودتان اقرار کنید که این سکه را از کجا آورده اید. پاسخ من همان است که گفتم. اگر 1000 بار دیگر هم بپرسید پاسخی دیگر نخواهید شد. معلوم خواهد شد. اگرچه شلاق میتواند زبان شما را باز کند، اما تا تحقیق و تفحص دقیق تر من صبر میکنم. این سکه خیلی قدیمی است. فکر میکنم جناب بارناباس مشاور عالی جناب تئودوز بتوانند قدمت و تاریخچه این سکه را تشخیص دهند. به قصر فرمانداری برو و جناب بارناباس را از طرف من به اینجا دعوت کن. اطاعت. هادریان از آنتونیان هاست، متعلق به 300 سال پیش. 300 سال پیش؟ دوست ما جناب بارناباس تاریخدان است. ایشان میگوید که این سکه متعلق به 300 سال پیش است. حال به ما بگویید این سکه را از کجا آورده اید؟ من عالی جناب، اگر اجازه دهید ابتدا من سوالی از شما بکنم. اول من سوال کردم. من هیچ چیز نمیدانم. هر پاسخی به شما بدهم بیفایده است. اصلا هیچ چیز سر جای خودش نیست. گویی دنیا زیر و رو شده است. عالی جناب، آیا شما مسیحی هستید؟ چرا میپرسید؟ بله البته که مسیحی هستم،
اتفاقا همان روزهای اول عمر تعمید شدم، حتی قبل از آن که امپراتور را تعمید دهند. امپراتور؟ یعنی امپراتور هادریان و دیوکلتیانوس هم مسیحی شدند؟ ببینم شما از چه صحبت می کنید؟ هادریان سالهاست مرده. منظورتان از دیوکلتیانوس چه کسی است؟ اصلا شما اهل کدام شهرید آقا؟ این سکه زمان هادریان را از کجا آورده اید؟ گمان میکنم اهل فیلادلفیا هستم. البته شاید نه این فیلادلفیا. به خدا درماندم. من دیگر از هیچ چیز سر در نمیارم. هادریان دیروز در فیلادلفیا بود، امروز سالهاست که مرده. دیروز همه بتپرست بودند، امروز همه خداپرستند. دیروز معبد ژانوس و مجسمه جوپیتر بر دروازه شهر بود، امروز هیچ اثری نیست. دیروز همه جا معبد بود، امروز کلیسا. ای خداوند مهربانم، من بنده درمانده تو هم. هیچ چیز نمیدانم. آگاهم کن. ببینم شما میدانید ما اکنون در چه سالی زندگی میکنیم؟ البته که میدانم. یعنی گمان میکنم که میدانم. دیروز که ما از این شهر رفتیم سال 890 بود. شاید هم دیروز نبود. با این وضع هیچ چیز ثابت نیست. فقط پروردگارم میدانه. 890 890 بر مبنای چی؟ 890 سال پس از تأسیس روم. تولد مسیح 753. 890 37 137 میلادی، همزمان با سال آخر هادریان. جناب قاضی، در حقیقت وقتی که هادریان مرد، شخصی به نام دیوکلتیانوس بر فیلادلفیا حکومت میکرد. حیرت انگیز است. ببینید آقا، من هنوز به درستی متوجه منظور شما نشدم، اما جهت اطلاع شما باید بگویم اکنون 437 سال بعد از میلاد مسیح است. و شما میگویید اینک سال 137 میلادی است؟ ظاهراً شما کمی در تاریخ اشتباه کرده اید. دقیقاً 300 سال. 300 سال؟ آیا به ما حق می دهید که سخنانتان را باور نکنیم و بی پرده بگوییم شما برای حفظ گنجی که یافته اید همه این خیال بافی ها و دروغ پردازی ها را کرده اید؟ بهتر از حقیقت را بگویید، چون ما رهایتان نمی کنیم. من نمیدانم حقیقت چیست، چون خودم هم سرگشته و حیرانم. او را ببرید و چند ضرب شلاق بزنید تا حقیقت را به خاطر بیاورد. احساس میکنم که در پشت این چهره حقیقتی نهفته است. خیلی دلم میخواهد از آن حقیقت سر در بیاورم. هادریانوس.
این چیست؟ تا کنون متوجه این نشده بودم. ببینید، عجیب است. اولین سنگ ها و حالا این لوح. خط آن درست خوانده نمی شود. شکسته و فرسوده است. باید خیلی قدیمی باشد. شاید جناب مکسیمیلیان از آن خبر داشته باشد. من پیش از جناب ماکسیمیلیان از این غار خبر داشتم، اما تا کنون این را ندیده بودم. آدریان فرار کردند و به مکسی هرچه هست در مورد ماست. اول اسم مکسیمیلیان و آخر تلمیخا. فقط نام تلمیخا خوانده می شود. یعنی چه کسی این را اینجا نصب کرده؟ مال کی بوده که فرسوده است؟ به هر حال نگران کننده است. من امیدوارم برای جناب مکسیمیلیان اتفاقی رخ ندهد. باید ببینیم تصمیم گرفته سخن بگوید یا نه. خب چیزی به خاطرت آمد؟ من جز حقیقت نگفتم. باز هم میگویم. من و دوستانم همین دیروز شاید 2 روز پیش از این شهر خارج شدیم. همین شب پیش که امپراتور هادریان اینجا بود. خدایا تو با ما چه کرده ای؟ با دوستانتان برای چه از شهر خارج شدید؟ برای اینکه میخواستند ما را بکشند. برای اینکه ما موحد بودیم و نمیخواستیم در برابر امپراتور اظهار بندگی کنیم. دیشب را به ما فرصت دادند تا توبه کنیم، ولی ما از فیلادلفیا به غاری گریختیم و امروز من با تنها سکه‌ای که داشتم آمدم که برای دوستانم غذا تهیه کنم. من ماکسیمیلیانوس هستم، مشاور دیوکلتیانوس. شما که هستید آقایان، اینجا کجاست؟ نه، گفتی ماکسیمیلیانوس؟ دوست من، جناب قاضی، شاید این مرد راست بگوید. همان که در غار آنجلوس شهید شد، اجسادی که هیچ کس جرأت نزدیک شدن به آنها را ندارد. در زمان امپراتور هادریان و حکومت دیوکلتیانوس 6 نفر از مشاوران قصر به همراه چوپانی به غار گریختند و در آنجا محبوس شدند تا مردند. شهدای غار آنجلوس؟ آری. صاحبان اجساد خوفناک؟ آری. من داستان این ماجرا را بر روی یک لوح در خزانه اسناد دولتی خواندم. نام همه را به خاطر ندارم، اما مطمئنم نام یکی از آنها ماکسیمیلیانوس بود و نام دیگری تلمیخا و یوانیس و سودینانوس، دیناسیوس و مارتینوس و آنتونیوس چوپان. خدایا به من رحم کن، من هیچ چیز نمیدم. یعنی شما امروز از غار آمده اید؟ بله. غار کوه آنجلوس؟ بله بله بله. شما در این مدت در غار چه می کردید؟ ما خوابیده بودیم. شب قبل زیر شکنجه و تعقیب و گریز فرصت خواب نیافتیم. امروز صبح که به غار رسیدیم خوابیدیم.
و اینک چند ساعتی بیشتر نیست که از خواب برخاستم. این مرد ما را به تمسخر گرفته است. هذیان نگویید آقا، ما وقت نداریم. بگویید این سکه را از کجا آورده اید؟ من هذیان نمیگویم، هذیان میبینم، هذیان میشنوم. در این شهر همه مرا میشناختند. منزل من در این شهر معروف بود، ولی اکنون نمیدانم چه اتفاقی افتاده. تو از ما توقع داری حرفایت را باور کنیم؟ خودت اگر به جای ما بودی باور میکردی؟ حق با شماست. خود من هم نمیدانم چه چیز را باید باور کنم. دیگر کافی است. تو میخواهی با اختفای محل گنجی که یافته ای از پرداخت مالیات فرار کنی، ولی مطمئن باش که ما از تو اقرار خواهیم گرفت. او را ببرید و باز هم شلاق بزنید تا محل گنج را بگوید. واقعا او مستحق شلاق بود. من که از حرفایش هیچ سر در نمی آورم. نمیدانم چرا حرفایش را باور کردم. این داستان را کامل بشنوم. شاید تاریخ شناس بودن من موجب این کنجکاوی است. دست نگه دار. دستهایش را باز کن. گفتی خانه تو در این شهر معروف است. می توانی آن را به ما نشان بدهی؟ اگر بلایی که بر سر این شهر آمده بر سر خانه من نیز نیامده باشد. این شما و این هم مأمون. هر کجا که میخواهی او را ببر. اگر اجازه دهید میل دارم در کنار شما باشم. احساس میکنم قضیه مهمتر از آن است که ما تصور میکنیم. باشد، من در خدمت شما هستم. کالسکه با 2 مأمور. طبعا نام خیابان ها هم عوض شده. البته اگر 300 سال گذشته باشد. اینطور نیست جناب قاضی؟ بله بله. اینجا به نظرتان آشنا نیست؟
اینجا را نمیشناسی؟ نه هیچ کدام آشنا نیستن. نه نمیشناسم. اینجا چطور؟ آشناست. صبر کنید. از آن طرف. نه از آن نه اینطور نمیشود. بهتر است از دروازه شهر شروع کنیم. مطمئنم از آنجا میتوانم راه خانه هم را پیدا. جناب بارنباس، بهتر نیست این بازی را تمام کنیم؟ کمی تحمل کنید ببینیم چه می شود. احساس خوشایندی به این موضوع پیدا کردم. بسیار خوب. تقاضای مشاور عالی جناب تئودوز را نمیتوان رد کرد. سپاسگزارم. پس سوار شوید برویم. جناب آریوس منتظر شما هستم. بفرمایید. جناب آریوس در کتابخانه هستند. من صدایشان میکنم. جناب آریوس، پدر فیلوس تشریف آوردند. درود خداوند بر آریوس پیر. درود بر پدر فیلوس. بفرمایید بنشینید. شنیدم میخواهی دوباره مرا تا آنجلوس ببری. من باید درون غار را ببینم. برای چه؟ مگر کسی جرأت میکند به آن غار نزدیک شود؟ از شما چه پنهان؟ من خودم قصد کردم یک بار داخل آنجا را ببینم، اما از 100 متری آنجا چنان ترسی بر من غالب شد که منصرف شدم. میدانم، اما اگر خداوند بخواهد من مقاومت خواهم کرد. من باید آنجا را ببینم. چگونه ممکن است اجساد 7 انسان و سگشان بعد از 300 سال نپوسد؟ این خود نشانه آشکار بر معاد است. من فکرهایی دارم که با دیدن آنها محقق خواهد شد. میل خودتان است، اما گفته باشم با دیدن آنها هر فکری که در سرتان باشد پرواز خواهد کرد. جناب آریوس، در میان بستگان شما کسی شبیه این تابلو، یعنی شبیه جد بزرگتان هست؟ نه، تا آنجا که من میشناسم چنین کسی نیست. عجیب است. من امروز کسی را دیدم که شباهت بسیار زیادی به این عکس داشت. نگهدار. علیرغم تغییرات زیاد باز هم میشناسمش. این خانه قدیمی را میشناسم. منزل جناب آریوس است.
اینجا یک دریچه دالان مخفی است. اینجا که چیزی معلوم نیست. نباید هم باشد. اینجا دریچه است مخفی که ما از آن فرار میکردیم. دریچه دیگر کنار دیوار شهر است. نه، صبر کنید. من آماده نیستم. اگر هلنا، ارکمید و گالوس در خانه نباشند من چه کنم؟ در هر صورت شما ناچارید حقیقت را قبول کنید. خدا بزنم. یاریم کن. بله بفرمایید. هلن؟ بله هلن؟ شما کی هستید؟